رسالت 12 شاگرد. آنگاه عیسی 12 شاگردش را نزد خود فرا خواند و آنان را اقتدار بخشید تا ارواح پلید را بیرون کنند و هر درد و بیماری را شفا دهند. این است نام‌های 12 رسول. نخست شمعون معروف به پطرس و برادرش اندریاس، یعقوب پسر زبدی و برادرش یوحنا، فیلیپوس و برتولما، توما و متی خراجگیر، یعقوب پسر حلفای و تدای، شمعون غیور و یهودای اسخریوطی که عیسی را تسلیم دشمن کرد. عیسی این 12 تن را فرستاد و به آنان فرمود نزد غیر یهودیان مروید و به هیچ یک از شهرهای سامریان داخل مشوید، بلکه نزد گوسفندان گمشده قوم اسرائیل بروید. هنگامی که می روید این پیام را موعظه کنید که پادشاهی آسمان نزدیک شده است. بیماران را شفا دهید، مردگان را زنده کنید، جزامی ها را پاک سازید، دیوها را بیرون کنید، به رایگان یافته اید به رایگان بدهید. هیچ طلا یا نقره یا مس در کمربندهایتان را با خود نبرید و برای سفر کوله بار یا پیراهن اضافه یا کفش یا چوب دستی بر ندارید، زیرا کارگران مستحق مایحتاج خیش است. به هر شهر یا روستا که داخل می شوید فردی شایسته بجویید و تا هنگام ترک آن محل در خانه اش بمانید. چون به خانه ای می آیید بگویید سلام بر شما. اگر در آن خانه شایسته باشد سلام شما بر آن قرار می گیرد، وگرنه به شما باز می گردد. اگر کسی شما را نپذیرد یا به سخنانتان گوش نسپارد، به هنگام ترک آن خانه یا شهر خاک پاهای خود را بتکانید. آمین به شما میگویم در روز داوری تحمل مجازات برای سدوم و غموره آسانتر خواهد بود تا برای آن شهر. من شما را همانند گوسفندان به میان گرگان میفرستم. پس همچون مار هوشیار باشید و مانند کبوتر ساده. از مردم برحذر باشید، آنان شما را به محاکمه خواهند سپرد و در کنیسه های خود تازیانه خواهند زد. به خاطر من شما را نزد والیان و پادشاهان خواهند برد تا در برابر آنان و در میان قوم‌های جهان شهادت دهد. اما چون شما را تسلیم کنند نگران نباشید که چگونه یا چه بگویید. در آن زمان آنچه باید بگویید به شما عطا خواهد شد، زیرا گوینده شما نیستید بلکه روح پدر شماست که به زبان شما سخن خواهد گفت. برادر را و پدر فرزند را تسلیم مرگ خواهد کرد. فرزندان بر والدین برخواهند خواست و موجبات قتل آنان را فراهم خواهند آورد. همه مردم به خاطر نام من از شما متنفر خواهد بود، اما هر آن که تا به پایان پایدار بماند نجات خواهد یافت. پس در شهری به شما آزار رسانند، به شهری دیگر بگریزید. آمین به شما میگویم که پیش از آن که بتوانید به همه شهرهای اسرائیل بروید، پسر انسان خواهد آمد. شاگرد از استاد خود برتر نیست و نه غلام از ارباب خود والاتر. شاگرد را کافی است که مانند استاد خود شود و غلام را که همچون ارباب خود گردد. اگر رئیس خانه را شیطان خواند، سایر افراد خانه را چه خواهد خواند؟ بنابراین از آنان مترسید. هیچ چیز پنهان نیست که آشکار نشود و هیچ چیز پوشیده نیست که عیان نگردد. آنچه در تاریکی به شما گفتم در روشنایی بیان کنید. آنچه در گوشتان گفته شد از فراز بام‌ها اعلام نمایید. از کسانی که جسم را می‌کشند اما قادر به کشتن روح نیستند مترسید. از او بترسید که هم قادر است هم روح و هم جسم شما را در جهنم هلاک کند. آیا 2 گنجشک را به 1 پول سیاه نمی فروشند؟ با این همه حتی 1 گنجشک نیز بدون خواست پدر شما به زمین نمی افتد. حتی موهای سر شما به تمامی شمرده شده است. پس مترسید، زیرا ارزش شما بیش از 1000 گنجشک است.
هر که نزد مردم مرا اقرار کند، من نیز در حضور پدر خود در آسمان او را اقرار خواهم کرد. اما هر که مرا نزد مردم انکار کند، من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است او را انکار خواهم کرد. گمان مبرید که آمدم تا صلح به زمین بیاورم. نیامدم تا صلح بیاورم، بلکه تا شمشیر بیاورم، زیرا آمدم تا پسر را بر پدر، دختر را بر مادر و عروس را بر مادر شوهر برانگیزانم. دشمنان شخص اهل خانه خودش خواهند بود. هر که پدر یا مادر خود را بیش از من دوست بدارد شایسته من نباشد، و هر که پسر یا دختر را بیش از من دوست بدارد شایسته من نباشد. هر که صلیب خود را بر نگیرد و از پی من نیاید شایسته من نباشد. هر که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست خواهد داد. هر که جان خود را به خاطر من از دست بدهد آن را حفظ خواهد کرد. هر که شما را بپذیرد مرا پذیرفته، و کسی که مرا پذیرد فرستنده مرا پذیرفته است. هر که پیامبری را از آن رو که پیامبر است بپذیرد پاداش پیامبری را دریافت خواهد کرد، و هر که پارسایی را از آن رو که پارساست بپذیرد پاداش پارسا را خواهد گرفت. هر که به کوچکان از آن رو که شاگرد منند حتی جامی آب سرد بدهد، آمین به شما میگویم بی پاداش نخواهد ماند.